یکی از متن‌های درس خارجشون درس جهاد که یه قسمتش منتشر شده در سلاسل رسائل، یه بخشای منتشر نشده که از اولین درس خارجشون این بوده. مفهوم جهاد رو ایشان به معنای وسیع گرفتن، هم از قتال و غیر قتال. از جهت واژگانی مفهوم جهاد و جهد، تلاش و مجاهدت وسیع برمیگرده. خب این آیه در چه سوره؟ سوره فرقان. زمان نزولش کیه؟ در قبل از هجرته. سوره فرقان تقریبا اواسط تقریبا نازل شده. حالا طبق ترتیب نزول ابن عباس گفته 42مین سوره از اواسط. جهاد کبیر این خیلی مهمه. هنوز مفهوم جهاد و قتال شروع نشده. این مفهوم با خود مفهوم جهاد